علی آقا تو رو به حضرت عباس برو از کسی حمایت کن که ارزشش داشته باشه. صبح تا غروب میاد اینجا جونش در میاد، کارگری میکنه. و بریم به مملکت خودمون دست به دست کمک کنیم. 4 نفر که ارزش دارن رو کمک کنیم. کمکتون چیه؟ یه لایک و یه سابسکرایب. من به عنوان یه هموطن ایرانی اینقدر خواهش رو میتونم ازتون بکنم. آقا خدا شاهده. خب اصلا نه شما اینجایین نه من پیش شما. بذار یه داستان رو تعریف کنم. تهران بودم، یه رفیق داشتم بنده خدا، سلام علیک کردیم، کلی هم از ما پذیرایی کردن، دمشون گرم. ما اینجا نکاح مازندران یه خونه داشتیم، یکی از هم بچه های تهران اومدن، من خونه خودم رو خالی کردم، در اختیارشون قرار دادم. آقا باید الان دست هم دیگه رو بگیریم، اگه دست هم دیگه رو نگیریم همیشه پس رفت داریم. پس خواهش میکنم التماستون میکنم، جوونایی که باید دیده بشن. آقا نه من گوشی درست درمان دارم، نه زیاد واردم تو فیلم گرفتن، همین 4 تا کلیپی هم که میگیرم اگه کیفیتش پایینه، اگه هر چی دست شما منو ببخشید، فقط حمایت کنین. عاشقتونم. انشالله که در کنار هم دیگه بهترین چیزا رو بسازیم و تمام جوونا به آرزوشون برسن. همین.